سلام، ارادت، خسته نباشید. معرفی دلشارژی 16 ولت ویوارکس رو داریم. دستگاه دارای گارانتی هستش. میتونید از فروشگاهی که خریداری میکنید گارانتی بگیرید برای دستگاهتون. خب داخل پک دستگاه ما خود دستگاه رو داریم، 2 عدد باتری 16.8 ولت که 4 سلولی هستند و 1 عدد چارجری که باتری ها رو به صورت خودکار شارژ میکنه و زمانی که به پایان تایم شارژ باتری برسه این چراغ سبز خواهد شد. خود دلشارژی یه دلشارژی 3 حالته هستش که حالتاشو دارید مشاهده میکنید. حالت پیچ‌بند داره، حالت سوراخ‌کاری و حالت چکشی برای سوراخ‌کاری دیوار. میتونید ازش استفاده کنید. میگیم که تست حالتهای دستگاه داشته باشیم. این دستگاه به 2 جهت راستگرد و به سمت چپگرد قابل چرخش هستش. دستگاه براشلس هستش و بسیار موتور قدرتمندی رو داره. در 2 سرعت میتونید در حالت قدرت شماره 2 سرعت دستگاه رو افزایش بدید و قدرت دستگاه رو کم کنید. در شماره 1 میتونید سرعت دستگاه رو کاهش بدید و قدرت دستگاه رو افزایش بدید. در حالت سوراخ‌کاری درل از تمام توان خودش استفاده میکنه و بهتره که در حالت سرعت از این حالت استفاده بشه. در حالت پیچ بند درل دارای توکمتر 20 حالته هستش که قابل تنظیم هستش که میتونید برای وقتی پیچتون به سطح پایانی قطعه کار میرسه توکمت میگیره و باعث میشه به دستگاه و گل پیچ آسیب نرسه. در حالت چکشی درل از حالت توکمت خارج میشه و در حینی که به صورت در حال چرخش هستش ضرباتی رو به صورت عمودی وارد میکنه. برای سوراخ‌کاری دیوار استفاده میشه. در کل یه دلشارژی بسیار مناسب برای کارهای خونگی، نیمه صنعتی و میتونید برای کارهای کارگاهی استفاده کنید، همونطور که من خودم برای داخل کارگاه خریداری کردم و بسیارم از این دلشارژی راضی هستم. منتظر ویدیو تست و رقابتش با بقیه دلشارژی توی رده قیمتی خودش باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.